داشتم توی مول میچرخیدم و هیچ کیلی هم نداشتم تا اینکه دوتا کسخل با هم فایت میدادن و رفتم سراغشون. یکیشونو از این فاصله‌ای که دارید میبینید زدم و رفتم سراغ اون یکی. وقتی که رسیدم دیدم که اون یکی رو زده و هر دوشونم بات بودن. اینجا دنبال چند تا انمی میگشتم که یهو یارمو زدم. منم تصمیم گرفتم که برم تگشو بگیرم. رفتم تگشو بگیرم و با موفقیتم تونستم بردارمش، ولی فهمیدم چند تا انمی است. اینجا کینان زد و منم فرار کردم. اینجا یه آرمور زدم و بعد فهمیدم دارن فایت میدن. منم بهشون دوباره حمله کردم و گفتم مگه میشه بدونم من فایت بدیم. نفر اول رو زدم ولی نفر دوم یه کمی مزاحمت ایجاد کرد. اینجا کاور گرفتم و زدمش. فهمیدم پول دراپ دارم و رفتم توی ساکورا تا یه دراپ بخرم. راستی اگه آریوس رایگانو داری لایک کن، اگه نداری کامنت بذار. رفتم دراپو برداشتم و به راهم ادامه دادم. بعد فهمیدم که یارمو زدن و رفتم که کمکش کنم. اینجا رفتم و تگشو گرفتم و خوشبختانه کسی نبود و به رسم رفاقت ریدم تو اون قیافت، لوتشو بر نداشتم و رفتم. اینجا یه نفر رو زدم و فهمیدم که پینگم بد شده، رفتم فرار کردم و دیدم بعدش یارم زدتش. اینجا یه نفر رو زدم ولی اینجا یارش اومد منو زد. یار منم اونو زد ولی تگ منو نگرفت. بعدش پیکت یارم وایسادم و یه فوشم بهش دادم و وایسادم ببینم اسکواد چند میشیم. اسکواد سوم شدیم. لایک و ساب یادت نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.